در فضای بین زمین و آسمان. با وزش خود نفس اعجاز آفرین را تولید نمودم که جان بخشی عالمی هستی گردید. در حلقه چهارگانه عناصر حیات نقش خود را دارم. سرسبزی عالم و کل موجودات آن می باشم. هرچی عالم راست در آغوش گرم و نرمی مادرانه خود پروریده، پاک و به آلایش نگه می دارم. سرچشمه حرارت و نورم که از وجود من عالمی تاریک مجلا و منور است.